وقتی که این آوازه رو شنیدم من بسیار چند روز غمگین شدم و باز این کنسرت خود را در خانه مونده نشسته یک بار دیگر خواستم از اپای منیره راهش شد باشد یک بار نظر کنم به سخنرانی آن کس و اون همچون راوی بهترین بودند در کسبه خود بسیار استاد بودند و همچون زن همچون انسان هم بسیار انسان خوب بودند. من تمام در حق آنها دعای نیک میکنم که از او به من بسیار خاطرات نیک موند و ما دوست بودیم و رفتار داشتیم و در کدام معرکه‌ای که نمیشد جشن کنسرت ما همیشه یک جای می نشستیم صحبت‌های خوب. سلام چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی درود چو نور دلی پارسایان بر آن شمعی خلوتگاهی پارسایی. قدوم یکایک همدیاران عزیز را در این بارگاهی هنر که از پر از جلا است خیر مقدم میگوییم. امروز ما را مهر و محبت نسبت سرود ترانه ملکه صحنه شبنمی تاج الدین آورده است.